سلام جشنواره انار داریم اینجا. خیلی قشنگ و خودپایی خیلی خوشگلی زده. برمیگردم دوربینه نگاه. خسته نباشی. آب انار خریدی میگیرم اینجا. زیتونه براتون نگن که چقدر خوشبوان اینا. بیایید اینجا چقدر اناره. جشنواره 100 دانه اناره خوشگل خوشگل. رب اناره؟ رب انار درست میکنن اینجا. تست هم میکنن. آره میگم تست هم داره اینجا. میکنن دیگه. مرسی. این برم گذاشتم و اینجا هم بخص نمبر شکر، تمشک، انبه، نارنج. خوش با تست. آقا با این بگیرم و اینو بگیرم. نه مرسی. دستتون درد نکنه. ما بخورم نمیشه مزه کجاش. میگن ارسال رایگانم دارم. مرسی ممنون. دستتون درد نکنه. اینا رو ببین چه خوشمزه و خوشگله. این شیره توت سفید و وانیل. نه پس از این دوتا اینشو بیشتر بشه جمع. سبا بریزم یه تو همین صحبت ایران واسط رژیمی هم وقت سامی روبه گیلاس تمرندی زغالفته زرش جالب. روبه اینا یا مرباست؟ سلام. روبه میوه‌ای؟ روبه میوه‌ای ندیده بودین؟ خوشگل خانم. روبه میوه‌ای هم دیدی. مرسی. خیلی خوشگلم. خیلی قشنگ چیندی. مرسی. جان؟ نه قرم قاطی میکنمش. مرسی. دستتون درد نکنه. معلومه. زنده باشین. انشالله که پرفروش باشین. کرمانشاه. آره؟ آره اینا کرمانشاه. بذار من از این مخورم یه دونه با اجازه. خوشمزه. خیلی خوشمزه داره. دیدم از این دستم نمیرسه. یه از این نرسم. خورماست بینش. آره؟ خورماییه. خیلی خوش. مرسی خانم. اینجا هم که اینا رو با شیر قاطی شیر میکنم میخورم تا خوشمزن. اینم خیلی خوشمزن. شبیه چوب میمونه با طعمای مختلفه. خوشمزه. ببین چه قشنگ خوشگله. چه خریدی؟ بچه خوشگله. این خواننده مونه. بلش کنی الان میرقصه. خداحافظ عزیزم. خداحافظ. خیلی چیزای خوشگل. چه ظرفای خوشگلیه. به به چقدر قشنگ. خیلی خوشگله. ظرفای خیلی خوشگل. عرق اینجا هست. انواع عرق برای کبد و کاسنی شاتره گلگاب زبون نسترن تورنج و نمیدونم سیر و کل اینجا عرق اینجا هستش. بریم اون بر ببینیم اون چیه. آجیله خوشگل خوشمزه. خیلی قشنگ. گردوهای عجیبی. این همه آجیلتون هم داریم نشون میدیم. به اونا نشون دادم دیگه. اینا خیلی خوشگله. پسر خوب نمیتونم بگیرم. دستتون درد نکنه. مرسی. خیلی ممنون. انشالله که پای برکت باشه. و اینجا هم
انواع اقسام ارده، یک عالمه ارده اینجاست. خیلی خوب. ببینید چه نونای خوشگلی. آفرین بانو، درست کردن. اینجا هم آش دارم، یه آش رشته و آش دو. اینجا رو بیاین ببینیم کلی تخمه، یه کوه تخمه اینجا، آجیل و اینجا هم قسمت عطاری و از این خلاصه یه جشنواره خیلی خوشگلی بود.